سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر میخواین از پکیج‌های آفلاین کلاس‌های رقص آذری استفاده بکنید این ویدیو رو تا آخر ببینید. بعد از اینکه ثبت نامتون تکمیل میشه شما توی یک گروه تلگرامی عضو میشید که هر یک شنبه و پنجشنبه من براتون ویدیو آپلود میکنم توی اون گروه تلگرامی. پکیجات حدود 8 تا 10 جلسه هستش به علاوه نرمش و گرمشی که براتون ویدیوشو میذارم که قبل از انجام همه حرکاتی رو باید انجام بدید. این استپو اسکیپ نکنید، حتما نرمش و گرمشتون رو انجام بدید. و ویدیوها تا 1 ماه بعد از آخرین ویدیویی که من آپلود میکنم هنوز بهش دسترسی دارید. مال خودتونه، نگاه کنید، تمرین کنید، هر چیزی. توی این پکیج شما تکنیک رقص باله یاد میگیرید، تکنیک حرکات رقص آذربایجانی رو یاد میگیرید به علاوه یه روتین کامل 0 تا 100 و همینطور اینکه چجوری نرمش و گرمش بکنیم که یه وقت خدای نکرده به بدنمون آسیب نرسونیم. مهمترین مطلب توی تمام کلاس‌های من یکی بحث اعتماد به نفسه به علاوه استایل بدنیمون. پس من بهتون کمک میکنم که هم اعتماد به نفس بهتری داشته باشید و همین که استایل بدنی، مدل ایستادن، مدل رقصیدن، همه اینا رو بهتون یاد میدم و چجوری با اعتماد به نفس بیشتر زندگی روزانمون رو پیش ببریم. به 10 نفر اولی که اول ثبت نام بکنن 1 ساعت با من هدیه دریافت میکنن. شما میتونید این 1 ساعتتون رو اگر جزو 10 نفر اول باشید که ثبت نام میکنن که خودم بهتون شخصا مسیج میزنم، این 1 ساعتتون رو از اول تا آخر ترمتون هر موقعی که دلتون خواست میتونیم با هم مرتبط بشیم که ببینیم اون 1 ساعتتون رو کی با هم دیگه انجام بدید. من ایراداتتون رو میتونم بگیرم، نکات میتونم بهتون بدم، رقصتون رو نگاه کنم و با هم دیگه پیش ببریم رقصتون رو که مطمئن بشیم که رقصتون کامل برای شما جا افتاده. همینطور که اگر سوالی از من داشتین توی اون 1 ساعت میتونیم راحت با هم صحبت بکنیم، از من بپرسید و تا جایی که بتونم کمکتون بکنم. این پکیجا رو من با 50% تخفیف دارم میذارم به خاطر اینکه فقط دلم میخواد این ویدیو رو شما ببینید، استفاده بکنید، لذتش رو ببرید و اینکه فردا بیاین به من بگین لیا من این رقص رو از اول تا آخر انجام دادم، روتینش هم یاد گرفتم. اگر تا اینجای ویدیو نگاه کردی و خوشت اومد و هنوز میخوای پکیج‌های آفلاین رو دریافت بکنی این ویدیو رو لایک کن، برای من یه قلب سفید کامنت کن و ویدیو رو بفرست برای اون دوستی که فکر میکنی از کلاس‌ها بتونه استفاده بکنه. ویدیوی دوم در مورد نحوه ثبت نام رو براتون میذارم. مراقب خودتون باشین. ان شاءالله که تو کلاس‌ها ببینمتون.